یک برادر گفته است استاد جان، وقتی که به خدمت حربی رفتم 3 ماه بعد شنیدم که دختری را که دوست می داشتم به شوهر دادم. بعد برگشتنم خودم را داشتن نتوانستم و با او اول با تلفن صحبت کردم و حتی زنا هم کردم. بسیار پشیمانم. نمازم را به وقتش می خوانم. در بین یک دریای ماندم. استاد جان بگوید که گناه شخصی که با زن شوهردار زنا میکند چیست و آیا خدا گناه مرا میبخشد یا نه؟ مقصد پیش از خدمت عسکری دختری را دوست می داشته است. خلاص دختر شوهر دادم. بعد آمدنش آدرس های دختر را میابد، تلفن میکند و این زن از بس که شوهر داشت و با اینم نگاه نکرده مقصد دست به زنا میزنند هر دوشان و این مرد مقصد از این کردار کردگیش پشیمان است و بازم این نمازخانه و آیا گناه من الله میبخشه یا نمیبخشه؟ اولا برادران عزیز من گویم که اگر انسان صدقاً به سوی الله بگردد، اگرچه زنا هم کرده باشد، اگرچه گویم مینوشی هم کرده باشد، خلاص دستی با گناه زدگی هست، ولی مثل این برادر ما به سر میزند یا اندیشه میکند یا همون ایمانی که دارد شاید که در جوش می آید و این مرد وادار می شود که کار من کار گناه است، کار خطا است، یا خوانده است یا شنیده است، آیا راه خلاصیش چی است؟ برادران عزیز و گرامی، اصلا من الله را بسیار دعا میکنم که امروز ملت ما را از این بیماری زنا نجات دهد. الله مهربان دعا میکنم که هیچ وقت نه خواهرها و مادرای ما، نه پدرها و برادرای ما میل به این کردار زشت پیدا نکنند. زیرا برادران عزیز در حدیث های پیامبر نازنین آمده است که زنا در جامعه بسیار خطر کلان دارد، بسیار خطر کلان دارد و خطرهاش همین است که گویم غضب الله را بیدار میکند و این مردم و این ملت گویم دامنگیر یگان آفت و یگان درد و یگان غم و یگان مشکلات ده این ملت مبتلا می شود. و هرگاهی که مردهایی که دست به زنا میزنند، زنهایی که دست به زنا میزنند، یک شومی دیگر شمین است که اینها دیگر از زندگی آسوده و حلال خودشان دیگر لذت برده نمیتونند. دیگر اینها برادران عزیز در زندگی هاشون دیگر نافهمی ها پیدا می شود. در زندگی هاشون بسیار ببرکتی پیدا می شود. بسیار نفرهایی که حتی دست به زنا می زنند از مالداری و از شرایط داشتن هاشون هم بسیار شونه الله مهربان محروم میکنن، مالها را از دستشون میگیرن. از این لحاظ این اگر گویم یک عذاب دنیویش باشد، در پیش عذاب اخروی هم دارد، عذاب خانه قبر هم دارد، عذابهای بگیم در جهنم هم دارد که خیلی و خیلی برادران عزیز با موافق آیت ها و حدیث ها بسیار عذابهای دردناک. اولا از همه شما من برادرای عزیز میرسانم
که دست به زنا نزنید. اگر چنده که شما را به زنا هم که دعوت کنند، 7 نفری که روز قیامت الله مهربان به اینها بسیار یک بگیم که مهمان نوازیشان میکند، بسیار کمکشان میکند، از سختی های قیامت تماما مقصد دورشان میکند. یک شما نفری هست که وقتی زن او را طلب میکند به طرف حرام، این مرد میگد من از الله میترسم. الله مهربان میگد وقتی همین سخن در برابری زنی که تو را با زنا دعوت میکند وقتی گفتی، تو از همون 7 نفر 1 نفرش تویی که تو راحتی روز قیامت میبینی. اگرچه قیامت راحت ندارد، لیکن تو و 6 نفر دیگری هست که اونها همگی شما روز قیامت راحت میکنین، عذاب نمیکشین. از این لحاظ برادر عزیز و گرامی، شما توبه صدقاً کنین که دیگر بر این کار نابسته و شوهردار و بی شوهر. حقیقتاً زنا با زن شوهردار گناهش عظیمتر است، بزرگتر است از او زنی که بی شوهر. همچنان گناه زنا با زنی بگیم بیوه از زنی خانه، یعنی دختر بیکر، اینم فرق میکنه. همچنان زنهایی که همسایه هستند یا زنهایی که دورترن، اینها هم گناهشون فرق میکنه. برای همین پیامبر نازنین گفته است که برای نفری که دست به زنا میزند و او توبه نمیکند، به توبه اگر دنیا را پدرود بگد، نصف عذاب امت در خانه قبر به گردن وی. نصف عذاب امت. اگر امت پیامبر در روی عالم برادرها 2 میلیارد باشد، حساب 1 میلیارد عذاب امت را، چند عذابی که اونها را اگر عذابهاشون را جمع کنی، میگه به سر نفری میاد که در دنیا دست به زنا میزند. برای همین برادران از این گناه خودداری کنین، این گناه را نکنین و همچنان توبتان توبه اگر صدقاً باشد که بازگشت نداشته باشد، انشاءالله الله مهربان توبه شما را قبول میکند. اینجا یک قصه یادم آمد، میگه در زمانهای حضرت عمر رضی الله عنه یک نفری میگه پینهان میگه در همین بغلش، یعنی در زیر همین کرتش گوییم، در یک ظرف، یعنی گوییم چی داشت، یعنی همین نوشاکی مسکننده، عرق بگیم، در بغلش پنهان کردگی. وقتی که میبراید نامعلوم وی خانه کدام دوستش میرود یا خانه خودش میرود، این هنگام میگه در رو بروش حضرت عمر را میبیند. زمانهای خلافت حضرت عمر بود. میگه البته حضرت عمر برادرای عزیز بسیار با هیبت که بود، وقار که داشت، این مرد گفت یقینا، گفت الحال، گفت او آگاهی پیدا میکند که ما با خود چی داریم و از من میپرسد. اگر این احوال بیند من حتما دره میخورم. از این لحاظ صدقاً به قلبش توبه میکند. میگه الله مهربان، اگر به شرطی که از همین حالتی که حاضر من با عمر روبرو میشوم و او از همین گناه من آگاهی پیدا نکند، خدای مهربان وعده میتونم که دیگر اصلا مقصد من از این نوشابه ها استعمال نمیکنم، توبه نصوح به سوی تو کردم. این زمان میگه وقتی حضرت عمر نزدیک میشد، میگه ای فلانی، در بغل چی داری؟ میگه سیرکا دارم، سیرکا، اکسوس بگی دارم. میگه بیرون کن کو.
میگه وقتی میگه همو ظرف بیرون میکند، بینیم برادر عزیز، توبه توبه صدقان که بود، توبه توبه رویکی که نبود. میگه وقتی ظرف هوی میکند، دهن ظرف هوی میکند، میبیند که همون نوشابه بگیم که مسکننده همون عرق به سرکه تبدیل شدگی است. و میگه دهن ظرف میپوشاند، در دستش میته، مثلا میگه برا رده. این بنده برادرای عزیز یقینا به الله مهربان باز هم اعتمادش زیاد میشود و الله مهربان برای خودش که وعده کرده بود میگه دیگه از همون کارشون دست کشید. برای این برادرای عزیز و گرامی، شما هم میتونین که از این کرداراتون دست کشین، توبه کنین. خدای مهربان توبتون قبول میکنه و هیچگاه به این کار چنگ نزنین، زیرا دستی کدام زنی شوهردار میگیری، زنی بگیم به شوهر میگیری، خلاص انتظار باش که همین حالت یا به زنی تو یا به خواهری تو یا با اپی تو با کسی رخ میتد. چگونه ای که اونها را تو مقصد عزتشون پایان بردی، با عزت تو هم پایان برده میشود. لیکن الحال توبه کن، توبه جدی و صدقان باشد، ان شاء الله الله مهربان میبخشد.